اینایی که میبینید کلش یک نوع از یک بخش ما زندگی ما است. یعنی به این معنی است یک بخش ورزشی، یک بخش تفریحی. ما کل روز مثلا از کارهایی که داریم میکنیم کلش مثلا یک ویدیو جمع‌آوری میکنیم. جانم هستیم لالا فرید. شما عشق هستین دوست داشتنی هستین، فوق‌العاده هستین. آقای فرید شما شما سعود بخیر. سالتان بخیر. ورزش ما شروع شد. سعود شاد دیدار با ورزشکاران بسیار عالی و قوی. این دفتر شکرگزاری است. اینجا می‌نویسم هر روز چیزایی رو که براش خوشحالم و شکرگزارم. سلام دوستان عزیز. امیدوارم که از ویدیو خوشتون بیاد. بچه‌ها هستن دیگه داریم میریم. همراه بچه‌ها میریم بخیر ورزش صبحگاهی و آمدیم معیشت کردن. پیاده روی بسیار چیز مفیدی است و سرخیزی هم بسیار عالی است. توصیه ما میاد دیگه سرخیز باش تا کامروا باشه. لذت زبانه باخته. لذت. احمد زوم کن. بانوف کجا؟ بانوف ما اینجا هستن. بانوف ما اینجا هستن. بانوف بانوف اینجا هستن. اینجا بانوف تراس است. آسمان آبی شود، رنگ آهاری شود. خدا رو شکر بخاطر اینکه سالم هستیم، جوان هستیم، ورزش میکنیم. خدا رو شکر که قوت داریم. خدایا شکرت. بسیار خوب است دیگه، باید همین کارا خوب بکنیم، زندگی خوب بکنیم، از منظرها لذت ببریم. بله. کلا زندگی به نظر من این سالم زندگی کردن دیگه سالم باید زندگی کنیم. از طبیعت، از ورزش، هر چی، خواندن، نوشتن، یاد گرفتن، بله. از کل اینا باید ما استفاده کنیم، بکنیم، یاد بگیریم. آقای احمد گل دوست داشتنی دستو بگیرم. وقتی که بارندگی است باز اینجا باز میتونیم ما از اینجا استفاده بکنیم. به عنوان سرپناه آب جامعه سربان داخل جنگلایی که هست بسیار تر نمیشیم. به خاطر هم گفتیم یک ببینیم که جالب است. 3 نفر جا میشیم یا نمیشیم. حالا متأسفانه میشیم، 10 نفر هم جا میشیم اینجا بخواد جا بشه. بریم بچه‌ها. دوباره چشم واسه دید میرسه الهام بدی قلمم به سان شمشیر تلاش تحصیل تلاش مسیر بارو میکنه درب و کشی خدا میخوام نیرو به شرام ببخشی بخورو میکنم به جناس تبدیل شلال زار تهران قدیم صدای پسان روی بیت بوزه خوزه کلمه ها دارم میدن جومت فرید کاراته چی یاد داری؟ وقتی قصه شیری نبود حقیقت و فرید بالا سروره بالا سکونه آماده بودم یه روزی تبدیل به صدای بودم یا خزد بیا بس از بیا جوانم هستی برو که معیشت کو Also tanz. زندگی کن انگار که آخرین لحظه زندگی کن. نه زندگی کن انگار که دیگه فقط یک بار میتونی زندگی کنی. پس هر چیزی که دلت میخواد انجام بده. به صورت نزدیک ببینیم بیشی
الان میبینی؟ الان نمیبینیم چون که کلا